توضیح میدم. این که مثلا دوستان بعضی گفتن که فلسفه عمرش به پایان رسیده، گذشته، مارکس در اونجا مرگ فلسفه رو اعلام کرده و اینا. منظورشون تز 11 و اینا فکر کنم بوده. خب صبر کنن رفقا با به اونجا برسیم، به اون تزا برسیم، راجع به نظرات مارکس که برسیم توضیح میدیم دیگه. ما که اصلا به مارکس نرسیدیم که. کار این بار اینطوری بودش که ما گفتیم که آقا راجع به کانت و فیشته افکار اینا رو معرفی کنیم. من از هیچ کدوم از اینا هم دفاع نکردم، اصلا نگفتم که من طرفدار فیشته هستم طرفدار کانت هستم. من فقط سعی کردم یه حداقلی از این که اینا چجوری رابطه ذهن و عین رو طرح میکنن اینا یک توضیحاتی بدم. و یادم نمیاد موضوع گیری کرده باشن به نفع دیالکتیک یا بر ضد دیالکتیک. یه عده از رفقا گفتن منطق دیالکتیک نداریم یا داریم. من اینکه عقیده من چیه متفاوته، ولی امشب یادم نمیاد که چیزی گفتم. من گفتم فیشته اینجا رو دیالکتیکی بیان میکنه و این دیالکتیکی که میگه خیر الامور اوسطها نیست. فقط همین گفتم، نگفتم من دیالکتیک قبول دارم یا ندارم، این همین چیز نگفتم. ولی فکر میکنم اونجوری که شما میگید نمیشه منطق دیالکتیک رو رد کرد با یک دونه خرد انقلاب مارکوزه و اونا، که نمیشه منطق دیالکتیک رو رد کرد. اگه شما لطف کنین مثلا در این زمینه مطالعه بکنید، اول منطق دیالکتیک رو تعریف کنید، بعدش هم دلایل ردش رو بگین، خیلی ما خوشحال میشیم. یعنی اون بحث جداگانه من خیلی خوشحال میشم اگه شما نظراتتون رو توی جلسات متعدد یا یه جلسه هر جوری که خودتون راحتین بگین که من حداقل بدونم با چی روبرو هستم. اینجوری که شما توضیح دادین که اصلا نمیدونم با چی روبرو هستم، فقط فهمیدم که شما منطق دیالکتیک قبول ندارین و نمیدونم از این حرفا. به هر حال موضوعی نمیتونم راجع به حرف شما بگیرم. منم اینجا چیزی گفتم از دیالکتیک فیشته اصلا دفاع نکردم. گفتم این مدلی که داره میگه یه جور دیالکتیکه، تز، آنتی تز، سنتز. حالا درست میگه غلط میگه، اصلا من همچین موضوع گیری نکردم. فقط گفتم که در این حرفش که به نظر اندیشه بافی میاد نشانه هایی از یک واقعیت هم خوابیده. اونم این هست که در دوره‌ای داره چیز میکنه که تاثیرگذاری انسان روی طبیعت و روی جامعه زیاد شده. روی طبیعت رو با پیشرفت تولید و صنعت و اینا توضیح دادم، روی جامعه هم با انقلاب کبیر فرانسه. نه تفسیر راجع به انقلاب کبیر فرانسه کردم، نه تفسیر راجع گفتم فقط تاثیر. رفقا رو کنم قبول داشته باشن که تاثیرگذاری انسان تو این دوره زیاد شده بود و یه عالم این تاثیرگذاری رو دید و این فلسفه رو گفت. یعنی یک عنصر، یه جوهری در حرفش هست که با این واقعیت خارج یک نزدیکی، یک تطابق، یک توازی داره. ولی این به معنی دفاع از فلسفه فیشته به طور کل نیستش. ما فقط اینجا معرفی کردیم فلسفه. به هر حال نمیدونم دیگه رفقا چرا حرف من اینجوری میفهمن و بعد چرا نظرات خودشونو به این شکل. به نظر من این بی‌مسئولیتی آدم با این حد از اطلاع منطق دیالکتیکی رو قبول یا رد بکنه. احتیاج این مسائل خیلی جدی و مهمی هستن و احتیاج به کار جدی دارن. یکی از اشکالات ما این بوده که تا حالا من مسائل کار جدی نکردیم. اگه لطفاً اگه کاری می‌خوایم بکنیم جدی اون کار رو بررسی کنیم، مطالعه کنیم و یه جلسه بذاریم بقیه هم مستفیض بشه. این نکاتی که تا اینجا به نظر رسید. یه نکته دیگه دوستم کرد گلشندیان راجع به زمان و مکان. همونطور که خودت گفتی این یا من گفتم کانت توی زمان دیدن گرفت که مکانیک نیوتونی بر عقایدش بر مکانیک نیوتونی و بحثایی که بین نیوتن و لایبنیتس راجع به زمان و مکان بود استوار بود دیگه. نه مکانیک نیوتونی به این فرم بود که زمان و مکان رو به صورت ظرفی میدید که اشیا توی اون واقع میشن. تغییراتی که تو اشیا انجام میگرفت هیچ تأثیری روی این زمان و مکان نداشت. این زمان و مکان مطلقی بودن و این اشیا تو اون قرار میگرفتن. هر تغییری تو اینا میشد اون زمان و مکان هیچ تأثیری نداشت، تغییری توشون انجام نمیگرفت. یه همچین دیدی با اومدن اینشتین خب دگرگون شد دیگه. اینشتین نشون دادش که تغییرات سرعت رو زمان و مکان تأثیر داره، واسه کوتاهی و بلندی زمان و مکان میشه. تغییرات جاذبه واسه تغییر زمان و مکان میشه. اون دید به اصطلاح ظرف و مظروفی نیوتونی رو
زیر سوال برد. یعنی نشون دادش که چگونه تغییرات در خود ماده باعث تغییرات در زمان و مکان میشه. این یه تحول جدیدی بود. البته بعضی از کانتیا همچنان به این حقیقت به اصطلاح نظریه نسبیت توجه دارن، ولی به نظر اونها یک عنصر درست تو فلسفه برین کانت وجود داره که حتی بعد از این اومدن نسبیت هم بازم حقانیت رو حفظ میکنه. حالا اون یه بحثیه که دیگه آدم بخواد از کانت دفاع کنه و چطوری دفاع کنه، ولی من منظورم این بود که با اومدن نسبیت اون دید نیوتونی عوض شد و از زمان و مکان یک چیز کاملا جدا از ماده و اشیا و چیز نبودن، بلکه با تغییرات اونا هم تغییر میکردن و این تا حداقل اگر نه کاملا ولی تا حد زیادی به نظرات کانت هم صدمه میزنه. دیگه من سوال قابل ملاحظه اینجا نمیبینم. بیشتر رفقا اظهار نظر کردن که خب نظرشون بوده دیگه، من حرفی زیاد ندارم. خیلی ممنون، از همه خداحافظی میکنم. خیلی ممنون که لطف کردین، وقت گذاشتین و حرفا رو گوش کردین. امیدوارم که جلسات دیگه نظرات من رو روشن‌تر متوجه بشین، چون بعضی از رفقا به نظر من سوالاتی کردن که نشانه سوء تفاهم بود. متاسفم که همچین سوء تفاهمی پیش اومد. شبتون خوش، من خداحافظی میکنم.